بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، خواهران و برادران محترم، قبل از همه این جانب همدردی خود را به هموطنان عزیزمون، برادرانمون، خواهرانمون، مادرانمون در ولایت مختار بدخشان کوهی تقدیم می‌دارم و از خداوند تبارک و تعالی به روح شهیدان، کسانی که بر اثر ظلم، بر اثر استبداد، بر اثر ناعدالتی جانهای شیرین خود را از دست دادند، از درگاه خداوند تبارک و تعالی مرتبه بالای شهادت را خواهان هستم و برای خانوادگان عزیز و محترمشان، کسانی که اونها افتخار این ملت هستند و خواهند بود، صبر و ثبات و بردباری را خواهانم. خداوند تبارک و تعالی کند که از خون این شهدا و از آب چشم یتیمان، از خاطر قلب سوزان و جگرهای پاره پاره مادران و نزدیکان این شهیدان، خداوند برای ما، برای کشور ما، برای مردم ما یک نیکی، فرج و یک آبادی و سربلندی را روزی بگرداند. هموطنان عزیز، البته در این ساعتها ما و شما میدونیم که طی چند روز است، 2-3 روز، و اگر بالاتر نظر کنیم طی تقریبا 2 دهه می شود که بالای هموطنان عزیز ما، یک جزئی از کشور ما، جزئی از وطن ما، ولایت مختار بدخشان کوهی، برادران بدخشانی ما به صورت خصوصی ابتلا، سنجش، اختبار و امتحانات وزنی آمده ایستاده است و آن هم از طرف حکومتداران ما، آن کسانی که وقتی ما، مردم ما، ملت، کشور با یک مشکلات گرفتار شود، به اونها مراجعت میکند. از حکومتدارها، از رهبرهای دولت، از سران و دستاندرکاران حکومت و امور سیاسی و قضایی کشور خواهش میکند تا اینکه مشکلات اونها رو برآورده کنند، به داد اونها برسند. اما برعکس از طرف خود شخص اول کشور و بریگاد یا اینکه کمند یا اینکه گروهی که او در اطراف خودش جمع کرده است، و اگر حالا خلاصه تر کنیم، عائله‌ای که میخواهد توسط اون یک کشور 10 میلیون نفره را اداره بکند، مشکلات، آزار، الم از طرف آنها به هموطنان ما آمده ایستاده است. طی قریب 2 دهه می شود با بهانه‌های گوناگون هموطنان ما به خاک خون کشیده می شوند، بالای آنها ظلم می شود، خب جان فرزندانشون گرفته می شود، خب دیگر از میل سلاح، از توپ، از سیاست، از فحشا و از تهدید و از دشنام و تحقیر و از اینها تهدید و آزار داده می شوند. خب دیگر اینها چیزهایی هستند که امروز دارد به شکل بسیار هم وسیع، به شکل بسیار گسترده، با نام بسیار هم بد، با نام بسیار هم گوشخراش، دلبزن، با نام تروریست، اکستریمیست، عملهای تروریستی، با این گونه تهمت‌ها بالای اونها تیر و توپ، آتش و قتل و کشتار به وجود آمده ایستاده است. خب دیگر تا امروز همه ما و شما، اگرچنده که خب تمامی واسطه های نقل اخبار
خبرهای درست از منطقه و از جای حادثه در ایزولاسیون، یعنی در محاصره گرفته شده است و بیرون نمی آید، اما خبرها بیرون می آیند و به گوش ما و گوش جهانیان می رسند که تا امروز بیش از 10-20 نفر جان خود را از دست دادند و 10 نفر دیگر زخمی شدند و تمامی کار و فعالیت و مکتب و خواندن در جزئی از این ناحیه های این ولایت کوهستانی خب معطل شده است. مردم از کار خود، از کسب خود، از پیدا کردن رزق حلال خود محروم هستند و هر لحظه صدای تیر و توپ میشنوند و هر لحظه صدای دشنام میشنوند و هر لحظه صدای رفتن ترانسپورت ها، تانک است یا اینکه زره پوش است، ماشین های جنگی است، اونها را میشنوند. صدای ناله میشنوند. کسی که فرزندش، نزدیکش، شوهرش در نزدش نیست، دورتر است، دائم در خوف است که خب دیگر اون صدای او باشد یا اینکه اون نالش فرزندی او باشد. یعنی همین گونه حالت حکم فرما است در این ولایت خب زیبا، در این ولایت کوهستانی ما و شما. خب هموطنان عزیز، میخواهم در اینجا چند نقطه را نسبت به شما، البته نسبت به هموطنانی که تمامی امید و آرزو، تمامی آینده کشور به شما مربوط است، از شما وابستگی دارد، به شما تقدیم بدارم و همچنین به هموطنان عزیزمان، حکومتدارها، کسانی که در وزارت‌های قدرتی هستند، مخصوصا کسانی که برای اونها سلاح داده شده است و فرمانی کشادن آتش داده شده است. میخواهم در این لحظه با اونها صحبت بکنم و این سخن را متوجه اونها قرار بدهم. و البته باید آگاه باشیم، مطلع باشیم که این برنامه‌ای که ما و شما داریم، ماراتونی که ما و شما داریم آزاد هست و رقم‌هایی که حالا شما در بالای صفحه می‌بینید می‌توانید که توسط اون شما هم هموطنان عزیز در این برنامه شرکت داشته باشید. رأی، نظر، اندیشه و توصیاتی که دارید اونها را هم حضور ما تقدیم بدارید. البته خواهش میکنم که اگر رقم‌های واتساپ نوشته نشده باشند، از همکاران عزیز خواهش میکنم که رقم‌ها را بنویسید. خب میتوانید که اگر رقم من مستقیما باشد، خب داخلت هست که فیروز جان، اگر 579. خب حالا رقم‌های تلفن، واتساپ و وسایل اتصال و علاقه را انشاءالله گذاشته می شود که با هم این برنامه را ادامه می دهیم. البته یادآور بشویم که برای کسانی که در این ولایت بسیار زیبا و کوهستانی ما قرار دارند، مخصوصا کسانی که بالای اونها این تهدیدها، این مشکلات آمده ایستاده است، خیلی سنگین و سنگین تر است. من شخصا این حادثه ها را از سر گذراندم. در سال 1992 2 برادر خود را از دست دادم که هر دوی اونها تا به امروز معلوم نیستند که در کجا هستند. نه از مرگ و نه از زندگیشون، نه از جنازه و نه از جثه اونها هیچ اطلاع خبری تا این وقت ندارم. مادری مهربانم که خداوند رحمت کرده باشد و شایسته جنتش بگردانند، تا لحظه های آخرین مرگشون که بیمار بودند چشم به در بودند و منتظر بودند که کسی خبر میکند که پسرانی و 2 پسری که اونها غیب زدند از در می درآیند. یکی از برادرهای من که در ولایت قرآن تپه برای دیدن عمکیم و دیگر نزدیکان و خویش تبارانمون رفته بودند که تا که اونها را از منطقه جنگ و جنجال بیرون بیارن و البته در اونجا گرفتار شد. در سوخاز تکنیکوم بود، در اونجا بود، دیگر پیدا نشد و دادر دیگریم که از خانه آمدن اون را گرفتن بردن و تا به امروز دیگر برنگشت. البته اینها چیزایی هستند که احساس انسانی را، یعنی احساسات انسانی را وادار میکند که امروز آن چیزی که بالای هموطنان ما
در بدخشان کوهی، در این ولایت کوهی و زیبای ما میگذرد درک بکند و بدوند که چی مشکلاتی بالای آنها میگذرد، چی مشکلاتی بالای آنها آمده ایستاده است. و از همه علم آورش این است که از آن کسی که امیدی آن داره که مشکلاتی تو را او رفع میکند، حکومت، مقامات خوب امنیتی، مقامات حفظ حقوق و دیگر مقاماتی که وابسته به امنیت و به تنجی و آسودگی مردم هستند، اونها خود هستند سبب این مشکلات. اونها کسانی هستند که این مشکلات را بالای مردم میارد. اینش از همه علم آور و سنگین تر است. خب در عرفیت میگویند که اگر هر چیزی که بپوندد، هر چیزی که رو به ویرانی بیارد، برای اون نمک میزنن تا اینکه از پوندیدن، از ورمیدن، از ویران شدن او را حفظ بکند. اما وای بر حالی که وقتی نمک خودش بپوندد، خودش بوی بگیرد، چی میتواند که اون را خوب دیگر اصلاح بکند، او را از ویران شدن باز بدارد. امروز حکومتی که باید که کفیل امنیت، کفیل آسودگی، کفیل بهبودی اقتصاد، بهبودی زیست، بهبودی تعلیم و تربیت، بهبودی رشد و نمو کشور هست، اون پوندیده است، اون ورمیده است، اون ویران شده است. اون از اینکه یک حکومت ملی همه شمول باشد، آمده است به یک حکومت عائلوی، به یک حکومت عنصری. از جمهوری آمده است به منارخیا و به پادشاهی و به سلطانی قرار گرفته است. و هر چیزی که، هر کمبودی که در یک حکومت دار، مخصوصا در شخصهای اولی کشور، از رئیس جمهور یا اینکه نزدیکان اونها یک کمبودی انسانی یا حکومت داری که دیده شود و شخص خواه او از حقوق شناس است یا اینکه ادیب است یا اینکه یک حزب سیاسی است و میخواهد که یک حزب اصلاحات کار باشد که در اصلاحات کشور سهم داشته باشد، اگر او را زیر انتقاد بگیرد و اون را بگوید که این گونه روش برای بهبودی کشور ما خوب نیست، این را برگردانده می شود به سوی اینکه شما خائن ملت هستید، دشمن ملت هستید، کسانی هستید که آسودگی کشور را نمیخواهید. این بسیار یک مشکلی هست که برای این بسیار حل و بسیار برای این هر چی سریعتر باید پیش راه این کار گرفته بشود. خداوند تبارک و تعالی در سوره انفال آیه 25 میفرماید: استعذ بالله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. شما پروا داشته باشید، شما پروا داشته باشید، شما بپرهیزید از یک فتنه، از یک مشکلاتی که نتیجه او، عاقبت او تنها به کسانی که این فتنه را، این ظلم را، این بدبختی را آورده اند به اونها محصور نیست، به اونها تمام نمی شود. یک فتنه هست که وقتی که عاقبت بدیش برمی گردد، هم فتنگر، هم ظالم و هم مظلوم، چگونه که میگویند هم تر و هم خشک در آن می سوزد. شما از این گونه فتنه پرهیز داشته باشید. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شما پروا کنید، بترسید، بپرهیزید از فتنه‌ای که عاقبت او تنها برای فتنه‌گر نیست. ظالم یعنی عاقبت اون ظلم تنها به خودی ظالم بر نمیگردد. ظالم و مظلوم در اون خوب دیگر یکسان قرار میگیرد. تر هم در اون آتش میسوزد، خشک هم در اون آتش میسوزد. واعلموا ان الله شدید العقاب. خداوند میگوید شما آگاه باشید که خداوند بسیار سختگیر است، بسیار سخت و محکم گیر است. وقتی که در عقاب بگیرد بسیار سخت و محکم میگیرد. خب این از چند بعد به این میشود نظر کرد، چند جهت را، چند وجه را در بر میگیرد. اولا اینکه اون چیزی را که امروز حکومتدارهای ما در خود میبینند
غیر از خود و غیر از عائله خود و غیر از کلند خود و غیر از نمیدونم خب اون کسانی که گرد و اطراف خود هست دیگرها را در حکومت، در اداره حکومت، در اینکه خب برای آبادی، برای رشد، برای پیشرفت کشور کدام سهمی داشته باشند سهیم نمیدونند. تنها خود را صالحین، یعنی 30 سال در یک پست می ایستد و در این قوم و ملت یگان کسی را نمی بیند که او را عوض بکند، بتواند که او برای این مردم خدمت بکند. بگذار تو خدمت های شایسته انجام داده ای، اما 5 سال، 10 سال، 20 سال، اما 30 سال حالا هم با طمع بکنی که با بعد از هم باز یک نفری از خودی تو اون را انجام بدهد، این دیگر به هیچ وجه درست نمی آید. این گونه حکومت، این گونه سیاست، این گونه خب دولت کردن، این گونه سیاست بردن دیگر کهنه شده است. هر کسانی که با این گونه سیاست اونها میروند، البته اونها خیلی هم از جامعه جهانی، از هم نواهای خود، از کشورهای همسایه و گرد اطراف خودشون خیلی هم دور موندن و ملت را، مردم را به سوی اینکه رشد بدهند، به جای اینکه اونها را به آرامی و به رشد و به ترقیات برسانند، برعکس اونها را با بغض و کینه و با عداوت و بدبینی و با شکستن ارادهشون و با شکستن ملکه علمی و فکری و اندیشه های آزادشون روبرو میکنن. پس این عاقبت این برمیگردد به خود اونها، به اون کسانی که این فکر را دارن و این راه را گرفتن، به اونها نه، بلکه عاقبت این برمیگردد به همون کشوری که خب در اون زندگی میکنن. و اینچنین به مردم، خود مردم. امروز ببینید، دیروز گفته بودن که نهضتی ها بیستید، دور باشید. قبل از اون یک روز پیش از اون هم گفته بودن که یک گروه 24 است یا که نمیدونم یک گروه دیگر است، شما بیستید، نباشید، شما ضرورت نداره. و امروز دارن میگوین بدخشانی ها شما بیستید، شما لازم نیستید، شما در کار نیستید. و فردا هم نمیدونیم که حالا با کی را میگوین که شما بیستید. یعنی این کار اول و آخر نیست. این چیزی که امروز در کشور ما در یک گوشه از وطن عزیزی ما میرود، این اول و آخر نیست. یعنی این بود، شروع کردن از نمیدونم گروه 24 بود یا از اون پیش بود، نهضت بود، بعد امروز اومد از بدخشان، پگه نمیدونم باز خراسان میشود، پگه دیگه نمیدونم باز ختلان میشود، یا اینکه رشت میشود، یا اینکه یکی از گوشه و کنار کشور ما میشود. و این چیزی هست که در برابر این صبر کردن و ایستادن و خود را کنار گرفتن یک فتنه هست که تنها عاقبتی بدش به خود بدخشان، یا اینکه به خراسان، یا اینکه به نهضت، یا اینکه به 24، یا اینکه به دیگرش، یا به یک حقوق شناسی که از حقوق مردم دفاع میکند و امروز گرفتار شده است، یا از ادیبی که از مشکلات کشور میگوید، خون جگر آب میکند و مصرعی را که درباره کشور و ناعدالتی ها و ظلم اونها میگوید و گرفتار میشود. عاقبت این به اینها محصور نمی شود، تمام نمی شود، بلکه مشکلات این به همه کشور برمیگردد. پس آگاه باشیم و بدونیم که امروز اگر در آن چیزی که در بدخشان میگذرد، آن چیزی که برای نهضت گذشت، آن چیزی که برای یک حقوق شناس گذشت و آن چیزی که برای یک ادیب گذشت، در او ما هم وطنان عزیز اگر بی‌طرف باشیم، اگر خاموش باشیم، اگر بگوییم که ما با او چی کار داریم، بدانید که عاقبتی بدی او تنها با اون خاندان یا با اون گروه یا با اون منطقه نیست، بلکه تمام کشور ما را فرا میگیرد. بنابر همین باید ما در این کار، در این امر و در این کاری سرنوشت سازه که آینده کشور ما و خود ما مربوط است، اگر ما سهم نگیریم و در پهلوی برادرها مشکلات اونها نباشیم، پس فردا وقتی که این چیز به بالای ما آمد دیگر در پهلوی ما هیچ کس نمی باشد و این فتنه همه ما را میگیرد و خدای ناکرده برای کشور ما هم، یعنی زیانش عمومی می شود و همه گرفتار می شود. اطراف ما همه رشد میکنند، به پیش قدم میگذارند به سوی قله های سعادت،
آرامی، آسودگی و ما باز میمونیم در همون مشکلات عائلوی، مشکلات خب فرهنگی، مشکلات دینی، مشکلات اقتصادی و از همه خب وزمینتر، از همه بدترش این که در این که ما یک فرزنده که بتواند اراده خب سهم گرفتن در کشورمون، در سیاست کشورمون، در اداره کشورمون داشته باشد، ما اون را دیگر نداریم و ما از اون هم پایانتر قرار میگیریم. بنابر همین این حالتی است که باید همه ما و شما، همه هموطنان عزیز ما، چی در دوشنبه هستند، چی در حصار هستند، چی در شمال کشور، در سوغد و در خوجند و در هر کجایی هستند، چی در نورآباد و رشت و چی در مسچاه و عینی و چی در خب وخش و در هر کجایی هستند، باید بدانند که اگر امروز این کار را نکنند فردا دیر می شود، فردا دیگر دیر می شود. وقتی اگر خب یک گروهی که اونها خب اراده آزاد دارن، اندیشه آزاد دارن، شجاعت دارن، یعنی تاب تسلیم شدن، سرخم کردن به ظلم را ندارن، به استبداد را ندارن، نمیخواهند که تسلیم ظلم شوند، میخواهند که آزاد باشند، میخواهند که فرزندانشون آزاد باشند، میخواهند که فرزندانشون در نزدیکی خودشون، در گرد اطراف خودشون، در کشور خودشون نیروی کاریشون را صرف کنند، نیروی فکریشون را صرف کنند، نیروی عقلیشون را صرف بکنند و کشور خودشون را بسازند و در پهلوی خود اونها باشند. با این روحیه زندگی کردن وقتی که شکسته می شوند و وقتی که اونها زیر پا کرده می شود، این را بدانید که دیگر برای دیگرها هیچ مجال باقی نمی گذارد که این کار ناگزیر به سر اونها می آید. پس اگر در فکری کشورمون هستیم، در فکری این هستیم که وطنی آزاد داشته باشیم، در فکری اون باشیم که فرزندانمون در گرد اطرافمون باشند، خب دخترهامو شوهرهاشو در پهلوشو باشند، پسرهامو در پهلوی زن و فرزندهاشو باشند، پس باید که امروز باید حرکت بکنیم. امروز باید در پهلوی برادرهامو باشیم. امروز نگذاریم که خب جوانان ما، نیرومندان ما، آزادی خواهان ما، آزاد اندیشان ما اونها زیر پا شوند با بهانه خب با بهانه و با تهمت تروریست و اکستریمیست و هر چیزی که هست که امروز در سر اونها میزنند، با بهانه اونها، انگیزه اونها، نیروی اونها، خب توانمندی اونها نشکند که دیگر همه ما شکسته میشویم. خب این است خلاصه اون چیزی که من امروز میخواستم در این حالت، در این وضعیتی که به بالای هموطنان عزیز ما در ولایت بسیار زیبا و کوهستانی ما آمده است خب صحبت داشته باشم. حالا فکر میکنم که زنگه ها شروع شدن از واتساپ، اگر همکارهای ما در اینجا باشند و بتوانند این را وصل کرده. الو بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادری عزیز خوب هستید؟ سوز هستید؟ ناز هستید؟ انشاءالله که امیدوارم که پروردگار شما را در پناهش نگه دارد. خوب و ناز و صحت سلامت هستید. سلامت باشید. خداوند ما و شما را با هم صحت و سلامت نگه بدارد. بفرمایید. مردمی سوخت، مردمی بندی خوجند میگویم، ما مردمی خوجند، مردمی سوخت همیشه در مردم بدخشان بودیم انشاءالله و میمونیم. دیدم اومد امروز اون برادرانی که در بدخشان شهید شدن و مادران و پدران عزیزش میفرمایم که همدردی ما مردمی سوخت، مردمی خوجند، مردمی سربلندی خوجند، مردمی بوستانی خوجند رو قبول کنند. این رژیمی که این چگونه شما با یک ظالمی که در سر ملت تاجیک اینقدر ظلم و ستم دارد، انشاءالله این ظلم و ستمش و پایان میرسد. به خواست الله، به خواست پروردگار خداوند کریم میفرماید که میگوید که هر جایی که حقیقت باشد،
کسی که حقیقت دوست داره حقیقت دفاع کند، از حق خود دفاع کند، همون طرفدار چی است؟ انشالله خدای خداوند کریم نیست و نابودش کند. این ظلمه که این بی‌رحمانه که این مردمی بدخشان این از سال 2012 میگم، من همون چیزش به یاد دارم، از همون سال میگم که این مردم در یک چیزی یعنی گویم در ترمه گویم، هم باور کنید میارزد این مردم نه یک اون شرایط دارد که از حق خود امروز دیدیستیم که حق خود دفاع کردن نتونسته طوری از حق خود برونده با یگان چیزی بین المللی بیان خود رو رسوندن میتونه. این حتی این ظالم، این لعنت کرده الله همون چیزای مردم حقی، همون چیزی که مردم برای مردم حق دارد، حقوق دارد، اونها رو پایمال کردگی، اونها رو گرفتگی از دست مردم. و خاطر همون میگویم که مردم بدخشان همیشه با خدا قسم، والله قسم، مردم ما تیاریم، این مردم تیاریم، فقط هر گفتم تیار شدیم. یک لیدر، یک چی کنید، یک شما همین هستیتون، همونجور لیدر بینیاد بقوت هستیتون، همون سر یک موضوع شنیتون، یک استول کروگ میگویم، همین کروگ استول بشینیتون، مسئولیت کنیتون، از کدوم طرف درویم زنیم چیکار کنیم چیکار کنیم. با خدا قسم این هزارها مردم تیاره که برون خیزه زند. این گاپایی که میبرد یک تنینتش میگوید که او ما تیاریم چیکار استیفا رحمان و فلان بسمدن، این گاپ ها بی پل، این گاپ های یگان است که من هم تو آگوش کردن خود افسانه شده که برای من. با خدا قسم این افسانه عمل کردن که یک گاپ زن گاپ تا محلش باشه، گاپ که میزنی که گاپ رفتمون ریش نبار باشد، رفت دل جگر اشتی کند. این خیلی گاپ زدن درکو و برای چی خیلی میشنید هم میبرد، یک کنیمتش میبرد های فلان محمد اقبال یا که این وای فلان چی بسمتون چی فلان بسمتون استیفا رحمان. این گاپا بیس بلیز نه، گاپای جدی، گاپایی که زن که گاپی کنه معنیش باشد. گاپی دونده یک میگون که یک گاپ همه 40 پهلو شاید 40 معنی شاید میگون و بخاطر همون یک گاپ فکر کن اوی کن خوبم فکر کن اوی کن یک گاپی زن که گاپ زخمت باشد، گاپ دانه معنیش باشد، گاپ دانه ضربش باشد. همسوده؟ و بخاطر همین برای این یک مای برای یک همین بخدا قسم مردمی توجه به نهایت ترسون چاو شد که بخدا قسم والله قسم از این امیدم نبود، این خیلی امیدم نبود که مردمی خصوصا مردمی این طرفی گرد میگه بخدا قسم این خیلی نبودم. اگه خودجان فهمو خودجان از اول از اون دوره همون سویتسکی سیوز میگیم که دوره شوروی میگیم مردمی خیلی یک خیتر گویم من خطا نمیکنم، همین خیتر نه خیتر نسان خیتر خیلی مردمی همه اوش میپذیر تیار کمی بید که تیار خوردم این خیلی باید بود. اون نه این خیلی نیست حوزه این خیلی نیست. حوزه هست که مردمای بچه‌ای که مرد شیر مردوی که درنی خودجان به خدا قسم همش همین من میجاش برم دیگه به خدا قسم همسایه من میجاش برم دیگه اوش تیار شده است، همین فقط همین کافی دامون دیگه تیار دیگه یکون چی نیست. اینقدر مقامات، اینقدر ملیزا و ظلم میکنند، اینقدر خواهر دودری مورز وای میکند برد چکارو میکند به خدا قسم من این کارو همشه 5 باره میتونم. دخترای بیرو کرد، دخترای چکارو کرد، دخترای کردی که به خدا قسم خودی به خدا قسم غلام کردی که مقامات که برد دخترای چکارو میکند. به خدا قسم نه دونی که نه از حق اوی من حق دودر خواهر نگویدم، اوی از همه حق خودت اون چه که تو حق داری از همون چیز دفاع کن. حق دودر مادر بگذار پایمال شو، او حق خودت دفاع کن. اون چه که تو و پریویلیژیت میگو درستو تیتره بو ایو. خب شما برادر در خط باشید از برادر از خوجند. حالا در استودیو برادری ما کاشانی است. خب دوام بدید برادر خوجندی. حالا اون کس
باز قطع شدن. بفرمایید. درست فرمودید. نه آخر این گپ و کلوچه من همیشه شما بیاد وای میکنم، شما مسئولیت میکنم. اگر خیلی میگو یک اسبا با 100 اسبا، 100 اسبا با یک اسبا، بله. 1000 دنیا باشه، عالی ترین دنیا باشم با یک کمبودید میشه که پیش یک اسبا با پیش گدا و هم کار میگردد. همون یک گپ و کلوچه هایی که من که پدران بگفتم نمیتونم شما بقیه خاصی محلچگیش میگم که یک اسبا با 100 اسبا با یک اسبا و یک اون چیزی که شما عقل نمیرسد از همه مردم پرسیتون، از مردم کمک کنیتون، از مردم فکر و عقیده مردم گیرتون، همه شونه همون چیزی که شما درک کنید، همون چیزی گیرتون و همون یک باینی استول اکرو بشینیتون یک مسئولیت کنیتون. برادر از خوجند، برادر خوجندی، خب شما رساله شما رسید به ما. خیلی هم تشکر زیاد از همدردی و آمادگی که دارید. البته من باید برای شما و برای همه هموطنان عزیز برسونم که خب درست امروز لیدر اساسی برای آینده کشور خود مردم است، خود شما هستید. در همه دور زمان اگر نگاه بکنیم امروز در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی، مردم هستند که سرنوشت کشور خود را با آواز دادن، با رأی خود دادن، با انتخاب کردنشون خب معین میکنن. یک رهبر را انتخاب میکنن. اگر او خب آن چیزی که نیاز آنها است اون را برآورده نکند، با جمع میشون اون را از میگیرن، با دیگر را انتخاب میکنن. بنابر همین بیاید ما امروز این گونه بگوییم، یعنی لیدر اساسی خب کسی که میخواهد که در کشور نهضت باشد، میخواهد در کشور حزب خلق دموکراتی باشد، میخواهد در کشور خب گروه 24 باشد، میخواهد در کشور یک رهبر، یک ادیب، یک شاعر، یک دکتر، یک پروفسور یا هیئتی که در اونجا حکومت را اداره میکنن از نفرهای حقوقی باشند یا اینکه از نظامی باشند، این خودی مردم هست. این ساعت رسیده است که مردم به این کار اقدام بکنن و بگویند که مثلا ما میخواهیم نهضت بیاید، آن گونه که ما میخواهیم همون گونه حکومت بکند. ما میخواهیم که بیاید 24 حکومت بکند. ما میخواهیم که ما خودمون یک نفر را از داخل خودمون انتخاب بکنیم و شما هم بیاید آسوده. در اینجا مسلمان هست، در اینجا یهودی است، در اینجا مسیحی است، در اینجا آتش پرست است، در اینجا هر کسی که است در این کشور خوب زندگی کند. خب این را دیگر لیدر اساسی، انتخاب اساسی دستی خود مردم است. حالا اگر شما که این را میگویید که ما آماده هستیم، اگر مردم ما آماده باشد، پس البته این کار نزدیک است. یعنی اون کسانی که تا امروز ملیسش ظلم میکرد، سودش ظلم میکرد، پروکرورش ظلم میکرد، حاکم ناحیه و محلش ظلم میکرد، خودش ظلم میکرد، بچهش ظلم میکرد، دخترش ظلم میکرد، زنش ظلم میکرد، خب قینیهاش ظلم میکردن، خب دیگر با قینیهای بچهش و قینیهای قینیش و قینیهای دخترش و اینها ظلم کرده ایستادن، دیگه به او پایان داده میشود، دیگه اون خاتمه مییابد. حالا این که در یک کشور، در یک گوشه از کشور ما خب نیرو برده شده است، نیروی نظامی برده شده است و بالای اونجا آتش میکشایند یا که اونجا جنگ میکنن، وقتی این کار را دیده ایستاده اند، این نشانه آن است که دیده ایستادن که مردم دیگر با ظلم اونها و ظلم فرزند و قینی اونها نمیتوانند که طاقت بکنند. بنابر همین لیدر اساسی البته این کی است؟ خودی مردم است. حالا برادر ما کاشانی است، ببخشید کاشانی است، در خب آنلاین در شبکه گوش میکنیم که چی میخوان. بفرمایید برادر. سلام و درود برسد بزرگوار. سلام و رحمت داری الله. صدای مرا؟ اینترنت ما بسیار ضعیف است، خط وصل میشه. داری صدای مرا؟ بفرمایید، صداتون خوب است. من شما را به خاطر که بسیار صدای چی میکند که برادر خوجندی یک مدت قطع میکنم، اما شما در خط باشید باز تماس بگیرید. درست است. بفرما برادر کاشانی. برادر خوجندی میگه که ما همیشه تیار هستیم و اگر همیشه تیار می بوده در همین
بدترین شرایط بود که شما نه اینکه طرف منطقه حرکت کنید، فقط در جای خودشون صدای حق و عدالت بلند میکنه. این با بسیار سبکی برای اون مردم میبیاره، یک انگیزه زیادتر بر مردم میشد، یک جلوگیری میشد از این طرف های نظامی حکومت داره دیگه. گپا دیگه زیاد است. همین بدترین شرایط که در بدترین شرایط اگر در پالوی ما نبودن دیگه گپا تا و بالا. با فکر من اگر در منطقه خودشان مردم بخیزد، آهسته استاد بخیزد، خب ما نه سلاح بگیریم و نه سخیری چی در دست نداریم. فقط همین صدای حق و عدالت بلند کردن. بزرگوار این فکر میکنم که مسئولیت هر یک شهروندان ما است، تاجیکستانی ها. دیگه گپ زیاد است. ما بسیار کمی همین والخطا شدگیم با گفت چی، همین بسیار فشار زیاد است. حال بسیار به سرنوشت هستیم تا کجا ما میرسیم به این حال دیگه نمیفهمم. پیشگویی کردن چی نمیشه، فقط همین الگو هم کار نداریم، همون رهبر هم کار نداریم. کلگی ما رهبر هستیم دیگه. یک جا دست به دست، یک شانه به شانه خود بزنیم و در یک جا موقع خود معین میکنیم و یک گریبان سر میبرداریم، با کمی بر ما بسیار آسان میشه دیگه. گفتنی ما ایست که اینا دیگه باید که مستجم شویم دیگه، اتحاد کنیم دیگه. راه حل دیگه پیدا نمیشه. راه حل یگانه راه حل ایست که فقط اتحاد، اتفاق دیگه. سلامت باشه، زنده باشه که ما رو بالا آوردی دیگه. من گفتنی گپ دیگری ندارم. من بزرگوار سلامت باشید برادر. خیلی هم نقطه خوبی را اشاره کردید که خب برای هموطنان ما لازم نیست که به این منطقه حرکت بکنن، یعنی لازم نیست که اونها به طرف بدخشان بیاین و هر یک هموطن ما از جای خودش باید حرکت کند، در اونجا قیام بکند، در اونجا پیش راه ظلم بگیرد، در اونجا بر علیه حکومتدارهایی که ظلم و استبداد و حق مردم را خورده ایستادن با اونها دست به پنجه شوند. البته سلاح در کار نیست، توپ در کار نیست و یگان ابزار جنگی هم در کار نیست، تنها رساندن رأی و تجمع و تظاهرات و پیش راه این ظلم و استبداد گرفتن. خیلی هم نکته خوبی بود که شما به او اشاره فرمودید. بفرمایید. و نکته دیگری که شما گفتید البته اون که این است که خود لیدر هم ما هستیم، دیگر رهبر هم خود ما هستیم و خود ما تعیین میکنیم. البته این خیلی هم خوب بود. حالا یک برادر دیگر در خط هستند به نام اسمت هستند، آدمیت است. خب بفرمایید. بفرمایید برادر. است، آدمیت است، عرضش خوب است. بفرمایید. اگر مشکلات دارند در وصل شدن، برادر مجاهد را بمانید. برادر مهاجر. سلام علیکم حاجی. علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. امیدوارم استاد خوبه. سلامت باشید. همین گونه‌ای که می‌بینید. یک کمی سوال داشتم به شما. بله بفرما. همین شما باوری دارید که با همین میتینگ همین کار حل میشه؟ سوال تو همین است که با سوال دیگر هم دارید یا بعد جواب گرفتن یگان نظر دیگر دارید؟ شما با جواب بدین باز هست ان شاء الله. بله برادر. البته خب شما چند پیش هم توسط رسانه‌ها شنیدید که خب یک گروه خب بعد آن که چند سال است که صبر دارن و فکر دارن بر این که می شود با این حکومت از راه میتینگ، از راه مصالحه آمیز، از راه گفت و شنید، از راه دعوت کردن به سوی انصاف می شود که اونها را در راه در آورد و اونها را از طغیان ظلم و استبداد و از حق خوری و از اینکه پس زدن ملت و کشور اونها را باز داشته شود. ولی ما دیده ایستادیم که در این طول چندین سالها یک عده از هموطنان ما مجبور شدند که به قسمت
یعنی دست به ابزار جنگی ببرن یا اینکه به نظامی ببرن، زیرا اینکه طرفی حکومت، طرفی خب مقابل، طرفی حالا حکومت هم نگیم مقابل آماده نیست که از راه مصالحت آمیز گفت و شنید را یا اینکه یک هدایت را قبول کند، یک راهنمایی را قبول کند، یک مشارکت رو سهم گرفتنی در آبادی کشور را قبول داشته باشد. البته این نشانگری آن است که اونها آماده نیستند. یعنی پس ما هم مجبور میشویم بگوییم که بله حالا نمی شود که از راه دیگر مذاکرات یا از تظاهرات از اینها کار انجام شود، ولی تا نقطه آخرین راهی آن عاقلی، راهی درستی تغییر جامعه این است که مردم خود دست به قیام بزنند و خب بخواهند که دیگر بس است. همان گونه که میگویند که نهضتی بس، 24 بس، بدخشانی بس، خب دیگر حقوق شناس بس، اصلاحات خواب بس، خب دیگر نمیدونم حزب سوسیال دموکرات بس، حزب خب دیگر سازندش بس، تاجیکستانی آزاد بس. یعنی مردم دیگر بخیزن بگویند که اکنون شما بس. این راهی خیرت، عقل، درستی همین است. اما اگر از طرف مقابل اگر چگونه که معامله کرده شد، پس این مردم حق دارن که همان گونه جواب بدهند. لیکن من مطمئن هستم که اگر مردم با نیروی خودشون اگر دست به این کار بزنن و تغییر را بخواهند، در خود داخل مقامات قدرتی ما جوانهای با ننگ و ناموس، افسرهای با ننگ و ناموس، حتی گنرال های هستند. یک عده گنرال ها شکو پیش از آن که به این برنامه خبیث و بدی خودشون برسن، اونها از بین بردن با تهمت انقلاب و دیگر چیزها. حالا نمیدونم حاج حلیم بود با یک عده دیگر هایی که بود، حتی از داخل مثلا ببینیم اگر حالا غفور خب میرزایوف و دیگرها بودن با چند نفر دیگر که در حبس هستند، اینها را که با تهمت گرفته بودند، لیکن حالا هم هستند در داخل خب وزارت‌های قدرتی، ساختارهای قدرتی هستند، افسرها و گنرال‌ها و سربازان خب با وجدان، با عار و ناموس هستند که اونها با بالای مردم خود، هموطنان خود آتش نمیکشویند و اونها در پهلوی مردم قرار میگیرند. بله، من تا به حال هم به این نظر هستم که مردم میتوانند که به قوه سلاح، به آتش کشودن تغییرات را در کشور بیارند. بله، من به این فکرم. خب من به سوالم جواب را گرفتم، لیکن به فکر من این ظالمان نمیمانند که با میتینگ حل شود. اکه نه، اینجا بیاید ما دقت کنیم. بله، من با تو هم فکر هستم. گفتم که چند روز پیش علیه این چیزها صدا دادن از بعضی نهادها، اما اسلحه مثلا برای یک ماشین، برای یک ماشین را راندن، برای او اجازت رانندگی، خواندن در کارخانه لوبیتل خود پروفسیونال از خود دیگر از خواندن، برای سلاح را به دست گرفتن هم برای اون تخصص کار. اما او کسایی که تخصص این کار را دارن در داخل وزارت‌ها و ساختارهای قدرتی ما هستند و اونها هستند کسانی که پیش راه این را میگیرن. وقتی که در پهلوی مردم شدن نمیگذارن که از اون طرف ظالم‌ها دیگر تیر خالی کنن. مطمئن باشید. فهمو برادر. اکنون همین در بدخشان میتینگ کردم، این یک گروه برادرها، ولی دیدین که خودتون همش پرونده استن، همش باز رسپات کرده استن. برای همین من همین سوال دادم به شما برادر. من این را هم از این فرصت استفاده برم. دیروز هم با من بعضی برادرها در تماس بودن و گفتن که خب افسرها هستن یا اینکه سربازانی که در اونجا برده شدن اونها از ناعلاجی هستند که اونها تیر خالی میکنن یا اینکه مجبور هستند. اما اگر در همه گوشه و کنار کشور ما اگر مردم بخیزن، دیگر اونها این کار را نمیکنن. اگر اونها مطمئن باشن که پشتیبان دارن که مردم برای اونها نمیگذارد که از فرمانی خب ظالم ها دست بکشن، یعنی عقاب در همچون مخالف و همچون خائن اونها را جزا داده نشود، اونها آماده هستند که با مردم بپیوندن. این رو مطمئن باز سوال هم ممکنه برادر بفرمایید، چون که حالا در اینجا در خط سیر ما چند نفر دیگر داریم. بفرمایید. دیدم برادر، اگر همین نصیب باشد ما رفتیم میتینگ کردیم در همون
دوشنبه مقصد مثال همونجا کردیم من. بله اگر که همین ظالما به ما قوه نشان دهند وقتی که ما میتینگ کردیم آنها با سلاح و با هر خیل چی گویم لوازمات های جنگی به ما ضرر رسانم ما هم به آنها جواب میتیم. خب اگر در رفت سخن من اگر گوش کرده باشید بله با آن چیزی با همون مقداری که از اون طرف می شود جواب گردوندن همون اجازت را دارید اما با اون نمیرسد حتی ما هم در فکر این هستیم که چگونه خود را اونجا برسونیم در بین مردم باشیم با اونجا نمیرسد که دیگر ما سلاح بگیریم و کشورمون یک بار ویران کنیم اون برادرهای ما که در صف خب قواهای مسلح کشور هستند در داخله هستند در امنیت هستند اونا هرگز بالای ما و شما تیر خالی نمیکنند. خب حالا برادر ما استعفا رحمانوف بفرما. سلام علیکم واجی. علیکم سلام و رحمت الله. سودن سلامتی و خوب نامتیج. شکر خوبیم بفرما. استعفا رحمانوف. بله. استعفا تا البته یورا گوش میکنی شغالات گوش کردن به تو میرسونند. یه استعفا تا البته برا خلق عذاب نده. چی میکنی؟ قرغزا اومدن در اومدن یک بار غین تنه خزاندی گو بسین خلق ختمه خزاندی زانمه کشی. دجالی کی وقتی جان نه دجالی تو خوک سینه فقط قطعی نم تا گاب زنده گفتی محمد بول نمی گروهی گاب زنده که بفهمد دیوونه شود استعفا تابته برا مغلا را غم نتید سلامت باشه در استعفا رحمانوف و البته باید برسونیم که دیگر با این گپی خالی هم در کل نیست بوجی همین گفت گاب زنده کو چیکار کنم باید بخیزن سخنی خالی هم فکر نکنم کاری را انجام بدهد و ما و شما اگر مثل برادران بدخشانی اگر پهلوی هم باشیم و خب دیگر با از نظری با از گفتن به عمل بگذاریم که انشاءالله دیگر فرصت آماده است. اوکی نه توجیکسون هم سیازو را کشته اوکی آدم نیم راسیا مونده ما راسیا گاب دستیم اگر هم رفتن در کره جا باز دیگر سیویزهایی هست که برقرار میشوند دیگر خدا بستر شد که هم دجال دف شد قطع اولاد دجوز و مجوزش خدا نگهبان تو باشه سلامت باشه سلامت باشه. خب کی از حالا در خط؟ حاجی بخشش که کم در اینترنت هم ضعیف است برای همین به سوالم جواب نگرفتم من برادر. بفرما. همون سوالی که دادم که اگر که آنها به ما جواب دهند ما انجام میدیم و همین یونگی نیکنگوین من همین سوال جواب نگرفتم. من گفتم که البته همون مقدار نه من همین نشوندم که اینترنت هم کم در ضعیف است برای همین اکر. من گفتم که همون مقداری که از دیگر طرف می شود امکان هست اما در داخل خب ساختارهای قدرتی ما برادرهای ما افسرها و سربازهای داریم که به این نمیگذارن که بالای مردمی بیگناه تیر شده شود آتش شده شود این گونه نمی شود. همه دیگر بیزار هستند از این سیاست از این سیاست عائلوی یا اینکه از این حکومت عائلوی از این دزدانی بگیم چی میگوین پیرت های قرن 22 است یا 23 است نمیدونم 21 است. برادر امین شما با گروه 24 و با همین چی محمد اقبال همتون یکی نام بفکرون. بخشش باشد حالا بفرما واتساپ. برادر همون
چی که ما محترم یک گابزدان وای کردم ام برادر یک از منطقه پامیر برآمد برادر گاب زد من گاپوش که 100% توغوری هستم فکرم با فکراش توغوری نمی‌گوید آنچه که من فکر کردم فکری من گفت من گاپوش توغوری یگون چیز نیست مقصد گپ توغوری زد اون برادر ما باید کنشت مردم خوجان باید درون خوجان باید دفاع و آزادی خواستن آزادی طلب کردن باید از درون خوجان سر کنیم نه باید که ما بدخشان رویم یا که دوشنبه رویم یا که کولوب یا که فلان دیگر منطقه رویم ما باید همین درون خوجان باید سر کردن کنیم از حکومت طلب کردن باید که حق و حقوق ما رو پایمال کردی برو جواب شده یا که استعفا برا یا که با شعاری رحمانوف استعفا همین طلب کردن باید این برادر فکرش 100% با فکر من توری است من فکرش که روزی هستم بعد گفتنی هم که برادران من همون چی که خیلی میدونید که شما از همین 100% بودن همش نمیخیزد درست است هیچ کو همین 100% هیچ کنه نمیخیزد اگر خیزد در 10-15 20 دندش میخیزد مقصد خب برادر خوجندی رساله شما رسید خب صوت شما پیشنهاد شما در خط برادر ما پامیر قرار دارد و برای شما گفتنی هستیم که در خط باشید باز بعدتر صحبت میکنید من برای شما تنها همین را گفتنی هستم که خب در یگان انقلاب دیگرگونی تغییرات 100% مردم نمیخیزد یک فایزی بسیار کمی است خود 10 20 30 40% است که اونها به این کار اقدام میکنن و دیگرها با سکوت خودشون با اینکه ریزا در این کار هستن یعنی در مقابل اونها نمیستن نشان میدن که اونها با این مردمی تغییرات خواه هستن بله این گونه هست این مطمئن باشید که خاموشی که از طرف هموطنان ما میشود و دعا و خب دیگر راههایی که کمکاشون میرسونن این نشانه آن است که با ما و شما هستن با کسانی تغییرات خواه یا عدالت خواه یا آزادی خواه هستن این یک تا خب دیگر حالا ما در خط داریم برادر ما پامیر اگر همینجا باشن صحبت کنن باز برمیگردیم به واتساپ برادر پامیر هستن صدای ما رو میشنوین خب اگر نیستن باز یک بار دیگر کوشش کنن که وارد بشون حالا برای سوالی که نمیدونم قبلا یکی از برادرها دادن در نسبت اینکه نهضت پیمان 24 یا اینکه محمد اقبال یا دیگرها همه یک هستید یا اینکه نیستید البته ما خب یک کشوری میخوایم که در اون جنده خب دیگر یک حاکمیتی نباشد نه نهضت تنها باشد نه پیمان تنها باشد نه 24 تنها باشد نه دیگر یک گروهی دیگر به تنهایی باشد یک کشوری باشد که در اون جنده همه کسانی که نظر دارن اندیشه دارن فکر دارن درباره کشور بر اساس قانون اساسی کشور که خب بسیار حزبی است یا اینکه دیگر تشکیلات هایی که در اونجا هست یا اینکه دیگر فکرهای کفالت میدهد که یک ادیب است یک شاعر است یک مهندس است یک انجینیر است یک دکتر است یک چیزی را برای بهبودی کشور تقدیم می‌دارد و تلاش میکند که اون روی کار بیاورد او بتواند که اون پروژه خود را اون برنامه خود را خب عملی بسازد بر اساس قانون اساسی کشور در اینجا ما در این فکر نیستیم که حتما باید نهضت با 24 با پیمان با خب حالا در جزء پیمان است خب با دیگر گروه ها یک جا باشند با دیگر حزب ها یک تا باشند نه اینها یک حرکت ها حزب ها دارای فکری مستقل اداره مستقل و تصمیم های مستقله اما بسیار چیزهایی هستند که اینها مشترک حالا ببینید همه مخالفینی که در کشور هستند با وجود همه کسانی که بین خودشون یک گونه نظر و اختلافات دارند در یک چیز موافقند در اینکه حکومت تاجیکستان ریاست جمهوری تاجیکستان
خب اداره خب کشور تاجیکستان در دست یک گروه مفسدها هستند، یک گروه فسادکارها هستند. رئیس جمهور یک کسی است که جز خودش، عائله خودش، دیگرها را هیچی حساب نمیکنه. خب باز دیگر پایانتر از او جز همون بریگاد، جز همون کماند خودش، دیگرها را هیچ حساب نمیکنه. یک منطقه را اگر بگیریم، حالا اول میگفتن که کولاب، منطقه کولاب، حالا اومده از بدخشان، از بدخشان اومده از در یک خوجند، دنغره، از دنغره اومده است حالا در در یک عائله قرار گرفته است. خب در خوجند همین طبقه. بله، در این فکر که این گونه حکومت کردن حکومتی فساد است، این گونه، این معیار نه معیاری در منطقه عملی است و نه در معیارهای بگیم که عمومی بشری تغری میگیرد. این یک راهی نادرست، یک راهی غلط، یک راهی خود چی میگن سمزوان، یعنی خود اختیار کرده. در این چی نهضت، چی 24، چی یک گروه، یک سیاست مدار علاهیده‌ای که هست، همه اینها در این اتفاق دارند که این گونه سیاست، این گونه رهبری 30 سال حکومت را در دست در یک کرسی ایستادن و باز به پسر خود گذاشتن. این دیگر غلط است. این به نفع کشور، به نفع ملت، مردم نیست. در این همه یکن، بله، همه به این در این فکر یک هستند، اما در این که اونها یک حرکت علاهیده هستند، اداره مستقل دارن، تصمیم های مستقلانه میگیرن، در این همه علاهیده هستند که این گونهش برای ما هم در کشور و هم در بیرون به نفع ما هست. خب بفرمایید کی بود حالا در خط؟ ممکنه گاز نیم برادر؟ بفرما مجاهد. برادر امین امامالی رحمان رو از همون کرسی گرفتیم، باز همون رئیس ولایت و یا اینکه رئیس آنها را هم میگیریم یا اینکه یک خودی همون امامالی نقشه داریم؟ بله. خب دیگر حالا بیایید این گونه فکر بکنیم. خب ما در کشور، خب در تاجیکستان به ملا هم نیاز داریم، به دکتر و طبیب هم نیاز داریم، به مهندس و حتی که به یک راهرو، به یک تراکتوریست، حالا میگفت که پرزیدنت یک برادر تراکتوریست داریم، البته او خیلی تراکتوریست نه، و همه اینها نیاز داریم. و هر کسی که برای منفعت کشور کار میکند، چی در مقامات قدرتی باشد، چی در رأس حکومت ها باشد، البته مردم ما میدونن که در اونجا بسیاری کسایی هستن که مثلا حالا ما همین یادگار رو ببینیم، رئیس سابق ولایت بدخشان رو ببینیم، خیلی مردم از او خوش بودن. حالا اگر حکومت تغییر بکند، شاید که اون با بیاید سر قدرت، همون کس باشد که ولایت خود را آباد بکند، همون کس باشد که خب کار و فعالیت شو بگیرد. حالا چیکار کرده است؟ مثلا داستیوف، یک کسی که خب در آوردن صلح در کمیسیون آشتی ملی کار کرده بود، زحمت زیاد کشید، در پهلوی خدا رحمتی استاد نوری، استاد احمدزاده، خب استاد لطیفی سنگینوف و دیگرها خیلی زحمت زیاد کشیدن، مشترکات های زیاد خوردن تا اینکه توانستن که سلاح ها را از مقابل یکدیگر دور بکنن و یکدیگر را در آغوش بگیرن. حالا چرا او باید که در سیاست نباشد؟ چرا او باید که حکومت نکند؟ چرا او اندیشه های خودش مثلا برای خدمت کشورش پیاده نکند؟ چرا باید که اینها باشن؟ همه اینها کسانی هستن که برای کشورشون، برای ملتشون میخوان که خدمت بکنن. چرا که یعقوب سلیموف، چرا که او نباشد کسی که توانست در حالتهای وزمینی شخص اولی کشور را حمایت کند، خودش جانش سپر کرد؟ چرا او برای ملتش خدمت کردنی است؟ چرا او نکند؟ بسیاری کسانی هستند. چرا حالا بعضی برادرهایی که از ارتش رفتن اونها و با کار ملکی گذاشتن، چرا اونها باید نباشند در مرز؟ اگر اونها نباشند، چرا باید که خب میرزای جگه و اینها امثال اینها باید کشته شوند؟ چرا که حاجی حلیم اینها با تهمت کشته شوند؟ باید اینها در خدمت کشور باشند، باید در مرزها باشند. امروز اگر اونها باشند و اونها اگر
نیرو و قوهشون را برای حفظ و امنیت کشور صرف کنن، میتواند که همسایه های ما جرأت بکنن و بالای مردم ما هجوم بکنن. نه، حالا کوتاه دست ها را که در اینجا میبینن، نمیدونم که حالا اونجا معامله خرید و فروش خب مواد مخدر است یا سوزشواری است که غیر قانونی از اون راه ها می آید و از خود شخص اول کشور از رئیس جمهور تا داماد و دختر و اینها متهم هستند در کشورهای همسایه، نمیتوانند که با اونها گپ بزنن. دیگه اونها جرأت میکنن و بالای کشور ما، بالای هموطنهای ما در مرز اونها هجوم میکنن و تعدی میکنن که نمیتونن اینها جواب بدن به اونها. چرا نه؟ در کشور بسیار کسانی هستند، بسیار شخصیت های هستند که اونها نه مربوطی نهضت نه 24 هستند، اونها شخصیت ها یک صاحبان تجربه، یک نظامیانی جانفدا برای کشور و ملت آماده هستند که خدمت بکنن. چرا اونها را باید که اونها دیگر کرده شوند؟ نه، اونها کسایی هستند که باید خدمت بکنن. آها، بهترین سخن‌ها برادر. پس سخن را به دیگر برادران دهیم. خب آدمیت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو هست استاد؟ بله بفرما. استاد چه خیلی که این برادران نقطه های مهم رو خید میکنند. من همچون یک جوان گفتنی هستم که باید هر چیز زودتر فکر و اندیشه خود رو باید کرد برای تیار شدن به روزی انقلاب یا برای حکومت رو عوض کردن. همچون یک جوان و مردم کلی تاجیک گفتنی هستم که نباید در این حالتی که مردم باید در ملک خودش، در منطقه خودش صدای خود را بلند کند و حق خود را از حکومت طلب کند. بله استاد، چه خیلی که برادر محمد اقبال گفتند اون نفرانی که واقعا میخواهند این انقلاب رو، این آزادی رو میخواهند، باید به آنها رسونیده شود که هر چیز زودتر آمادگی خود رو بینند و در وقت کمی به این راه روانه گردند. برادر عزیز، من باید این نکته رو بگویم برای شما و برای همه هموطنان عزیزمون، مخصوصا برای برادران بدخشانیمون که خوب دیگر حکومت عائلوی، حکومت دیکتاتوری رحمانوف دیگر پایان شده است. دیگر نمیتواند که او کشور را اداره بکند و از این به بعد همه هموطنان ما، چی در وزارت ها، چی در وزارت های قدرتی، افسرها و سربازها و در حکومت های محلی، مردم، علما، یعنی خوب علمای دین، سیدزاده ها، کسانی که بین مردم آبرو اعتبار کلانی را دارند و پدر و باباشون خدمت کردند و اومدند تا این وقت برای مردم، همه اینها آگاه باشند که دیگر با این گونه، با این سیاست دیگر در تاجیکستان حکومت کرده نمی شود و حکومت عائلوی رو به پایان آمده است و ناگزیر این کاری که در بدخشان شد ناگزیر سری حکومت عائلوی را میخورد و همه در همه جای کشور آماده باشند و در پهلوی برادرهای خودشون، بدخشانی خودشون باشند، پیش راه ظلم و استبداد بگیرند. اونها کسانی هستند که میتوانند سرنوشت کشور را رقم بزنند
کی حکومت میکند، کدام سیاست در کشور میآید، این را آمادگیش بگیرند. خب برای همین باید بگویم که این پایان کاری رحمانوف است. یعنی نزدیکین در حالا ما معین نمیکنیم روز فردا پس فردا، باید بگویم که رحمانوف دیگه از این به بعد نمیتواند در داخل رحمانوف ده ها حکومت شده است. همین که اگر رحمانوف خودش از قدرت برود، یکیش سری دیگرش میخورد که اون مصیبت بالای همه کشور میاد. بنابر همین باید مردم آمادگی خودشون رو بگیرن از حاضر و برای تغییر حکومت، برای ساخت حکومت آزاد، حالا میگویند دموکراتی، یعنی مردم سالاری را آمادگیش بگیرن و این چیز روشن است و این چیز خیلی هم نزدیک است و آمادگیشون رو. در همین جا هم میخواهم بگویم که دیروز بود یا که روزی پیشینش بود که یکی از روحانیان سرشناس ما و شما، برادر ما و شما، مخدوم اسماعیل پیر محمد زاده، دنیای فانی را بدرود گفتن و به لقاء الله پیوستن. خداوند اون را در علیین قبول کند. خب به بازماندگانشون صبر بدهد، مخصوصا به علمای کشور، به اهل فرهنگ و زیایی کشور که خیلی هم یک نقطه اساسی بود بین روحانیت و بین اهل فرهنگ، بسیار یک پل اساسی بود که وصل کرده بود و در جاده ادب، فرهنگ، علم، عقیده و در اینها از پدر و باباش خدمت کرده آمده بودند که اون ما را ترک گفتن. برای کشور ما بسیار یک ضایعه بزرگ است. بنابر همین همه بزرگان کشور ما برای اونها تسلیت عرض میکنم و آماده باشند که دیگر این پیشوا بازی یا اینکه این پیشوا خواهی، این جناب عالیگویی دیگر به درد کشور ما نمیخورد. پایان رسیده است. حالا یک برادر دیگر با نام کریشا میرا، نمیدونم که بام جهان میشود. خب در خط هستن، بفرمایید بام جهان. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. من گپای شما را خیلی خوب گوش کردم و من یک چند سوال دارم دایر به حکومت. یعنی که امروز خود ما چگونه که شاهد اول هستیم، حکومت تاجیکستان زیادترش از دولت‌های خارجی یعنی که چی میکنه زویست میکنه، یعنی که خودش سمسایت نگون ریشنی نمیبرد. و فکر شما برای در تاجیکستان چگونه پالیتیکا، چگونه کی در باید که رئیس جمهور باشد، امیر از طرف خارجی یگان چی کرده نمیشد که اونو حکومت خارجیان خودشان اونا میخواهند که در تاجیکستان کی در سر قدرت باشد و چگونه سیاست باشد. در همین مسئله شما چی گفتن داره؟ خب برادر عزیز، شما حالا ما در موضوع برادران بدخشانی، در پهلوی برادران بدخشانی هستیم و باید بدانید و همه هموطنان ما بدانند که این آغاز آن چیزی هست که برای کشور ما خب پایان ظلم است و رسیدن به یک کشور آزاد، دموکراتی و مردم سالاری است. اگر ما در پهلوی برادرانمون باشیم. حالا در نسبت معامله یا کسانی که بعد از رحمانوف میان چگونه با یعنی از بیرون اونها کمک میشوند، بیرون میخواهد که اونها باشن یا نباشن. ما و شما بیاید این گونه فکر کنیم که دنیا به مانند یک قشلاق شده است که در اون جنده همسایه ها پهلوی هم میستند. تاجیکستان در پهلوی قرقیزستان است، در پهلوی حتی امریکا است، گرچند که از لحاظ منطقوی دور هم که باشد، اما بسیار علاقه هایی هستند که به تاجیکستان وابستگی دارد. خب امریکا یا سعودی یا امارات یا ایران یا ترکیه، خب همه اینها با یکدیگر در پهلوی یکدیگر هستند و از یکدیگر وابستگی دارند. این خب این گونه ساده فکر نکنیم. پس این گونه که امروز میگویند خواجگان خارجی از خارجی کمک میگیرن، اینها تنها یک راهی چی میگن، یک وسیله برای گل زدن مردم ما هستند. امروز دنیا این گونه هست که
کشورهای قدرتمند به تاجیکستان نیاز دارند. این معنای خارجی ندارد. اگر حکومت تاجیکستان عوض بشود، علاقه ها با روسیه، علاقه ها با ازبکستان، علاقه ها با امریکا، علاقه با کشوری همزبان و دوست و معلوم ما قطع نمی شود. یعنی علاقه های متقابلا می شود بر اساس منافع کشور ما و منافع کشور دوست و همسایه و همزبان و دیگر. یعنی علاقه ها اینا رو نمی شود که برکنده شود. تنها کمک هایی که می شود برای مصالح فایده کشور ما باشد، نه اینکه این گونه که مثلا 20 میلیون را بگیرد، 200 میلیون را بگیرد، 1 میلیارد را بگیرد از کشورهای خارجی، اما بیارد اون را به فایده عائله یا اینکه به فایده خودشون در بانک ها، حساب های افشاری در خارج کشور اونها را بگذارد و برای فایده خودشون باشد. این گونه نمی شود. این است مقصد گپ در آن است که این است استفاده از کشور، این است استفاده از منافع کشور. اما علاقه ها، کمک ها، خب پول گرفتن ها، قرض گرفتن ها، قرض دادن ها، یاردم کردن ها، اینها جای خودش میماند، اما برای منفعت ملت و برای درست و منفعت کشور اینها برای گذاشته می شود. اینکه اینها خواجگان خارجی دارن، اینها از خارج میگیرن، اینها یک بهانه ای هستند. اینها برای گل زدن مردم خب ما هستند تا اینکه برای غرضهای بدی اونها مانع نشوند. امروز اگر ما پیش غرضها و فایده های شخصی اونها اگر گرفته شود، پس معلوم می شود که چقدر از ما استفاده بردن، چقدر از کشور، چقدر از مال اموال ما و شما استفاده بردن. بعد این معلوم می شود. بفرمایید. حالا کی است در خط؟ کی می پرسیدن؟ پامیر هست. بفرما پامیر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اکا جون، ما امی قضیه پامیره این پیش اینم خیلی بود، همه گفتن خیلی ای بار میخیزیم. خیلی ما با مردم توجستان هم خیلی گفتن خیزید نخیزید، ما در این فرق نداره، خودتون نمود خودتون بیدار کنید. ما در خیزید نخیزید این حالو نو سر شد. وقتی که این اولو میگم این جنگ نو سر شد، تاجیکستان اولو جنگ ندیده، اوزیر ما که سر میکنیم بعدترش خوبتر میشود. لیک برای خودتون بخیزید. خیلی که میگن دمون چستی دستوینست خود ازش شک کنید. ما در کار نیست، برای ما نجنگید، برای ما نخیزید. خودتون بخیزید که پگاه هم خیلی با خدا شما را همی خیلی دیگر ریانو را هم خیلی مثل چه کو رمه ای تمیویند ایسو میبرند، با خیلی که میفورند همه خیلی استفاده میبرند. شما کی بیدار میشوید؟ 1 میلیون مهاجر حاضر 3 میلیون شده. ای هم خوشتر میشود اگر شما ای خیلی چه دهانتون نکشوید، ای هم خوشتر میشود. او طرف در خطای در دخترای تاجیک فروخته استند، این طرف نرکبرانه، او طرف دیگه. ای شما کی میخیزی؟ ما حیرانم. شما خیلی طاقت میکنید. طاقت خیلی کردن در کار نیست. خیلی ما خیلی گفتنیم که خیزید نخیزید، این خیلی تاریخ هست. میمورید هم یک مردن یک باره. این اکید من نمیدونم 20 چند کسا کشتن. این فرق نداره، 1000 تایی اگر مورم کشن با 1000 تایی دیگر میوید. این حالو نو سر شد. من گفتم که امی برای امی که بچه های مورا کشتن، رحمانوف دختراش برای امی جواب میتن، برای امی کشتنی او را ما میوبیم، وقتش میوید. لیک بخیزید. این خیلی اگر شما میخیزید این خوبتر میشود. نخیزیدم این ما در وقتی یکون فرقیت نمیکند. سلامت باشد. سلامت باشد برادر پامیر. خیلی هم نقطه های خوب اشاره کردی که اگر هر کی میخیزد برای خودش میخیزد و ما دیگر خب برای خود میخیزیم. خدا کند که دیگر قصدگیری ها نشود، یعنی قصدی نه اکا جون امی برادرای ما را کشتن کو.
گفتنی هستم که کاری بدی را که رحمانوف کرده است یا اینکه خب کمند رحمانوف کرده است، خدا کند که به فرزنداش به دختراش، البته اون دخترایش که در قدرت هستند اونها این مرکبه نشونونو اونایی کردن جبر کردن اونها دیگه علاهیده است، اما برای کسانش که اونها بیگناه هستند دیگر دور از سیاست اینها هستند به اونها دیگر نرسد. میگوید که مقام ظالم بر ضعیفان است ارزانی، که چون آتش زیپا افتد به خاکستر دهد جا را. مقام ظالم بر ضعیفان بسیار به آسانی می آید، زیرا اگر آتش هر قدر علنگه هم داشته باشد نهایت او خاکستر است که زیر پا است. در همین وقتی زیر پا شدن خدا کند که همون کسانی که اونها ظالم بودن همونها باشند و کسانی که در این کار نبودن اونها در امنیت و زندگی کامل و از حقوقهای شهروندی خودشون بهره‌ور باشند. حالا برادر خوجندی در خط واتساپ است، بفرمایید. من برادر این گپایی که بازی برای من زد از بامیر نقطه هایی که بعضی جاهاش نقطه هایی که می آید اون از روی گپش بزنیم که من چی بشوگم ادبی چشم نگم وای بشوگم قشلوخشه شوگم که قصدی ما گفتم در پس مقصد نه برادر این فکرت حتی ما ملت یک دولت یک فرهنگ یک چی داریم. نه اکا جان شما معنی گپ مرا نفهمیدید. ما با خلق یگان کار نداریم، لیک کسانی که همو جنرال و دولت دیگر شود، دولت دموکراتی شود، همشون جواب میتن. لیک خیلی که شما میدونید همین هزارها سال شده است که شما خطی ما خیلی وجود یک جاییم، شما ما را میفهمید ما شما را، اونو به خدا قسم خیلی خودتون ما را میشنوسید، اونو را ما میابیم و خیلی نه خیلی این گپ سروی شما خیلی ما میخیل گفتنی باشم اگر یکم خطا باشد سلامت باشید. حالا ما نگاه کنیم که چگونه در پهلوی برادرها می باشیم، برادرهای بدخشان، و چگونه در کجاهای تاجیکستان می توانیم که ما خب همدردی خودمون، همراهی خودمون با تجمع و با تظاهرات و با مخالفت ها و با اینها می توانیم که انجام بدیم. این است اون چیزی که ما بالاش باید تمرکز داشته باشیم. سلامت باشید. خونم بکنم برادر گوش کنید. بفرمایید. همون چی که شد در همین وقتی که من از سال 2003 خیلی سالای اون پیشنش نمیگویم، اون وقت این خیلی ظلم، این خیلی قتل در نسبت مردم شریفی واروخ نبود. اون چی که قرغیزا کشتن ما را، اون چی که قرغیزا اومدن زمینای ما گرفتن، این حکومت به خاطری شرکت فراز، به خاطری که ما جنگ نشویم، ما بیزنس ما ختم نشود، بیزنس ما پردرجت کنیم، با اون شعور، با اون چی همه مردم واروخ کشتن. در کجا من دیدم که من یک همیشه برنامه، خصوصا برنامه برای واروخ، برای مردم اسفرا کرده باشند که یک مخالفان گفته باشند که برادری واروخی فلان چی مرد، فلان چی کرد. ده ها بسها مردن در این جنگ قرغیز تاجیک. قرغیزای تاجیک همین البته عسکرای قرغیز میدونن زمینه تاجیک با زمینه تاجیک که همون تاجیکی حق و حقوق خودش دارد، همون زمینه که کشت و کار میکند، کارتوشکا، بیخی، پیاز چی میکارد همین میکند، میدراین میگه که زمین ما، اونها گوش نمیکنن، اطاعت نمیکنن و سلطنت قرغیز با میگه زمین ما. همین بحث میخیزن میبرن به هند автомат پستله فلان یارو قصد میبرن میاندازن پاهاشون با دستاشون با یک گیمبلید میکنن یا که میکشن یا که قدمی میکنن. سلطنتای ما در همون جسان پامری هستای، در اونجا کولگوبی هم هستای، خوجاندی هم هستای، اسفرگی هم بورو همه هستای، گنرال و مایور و همه چی هستن. یکون کس نمیبرد این گام میزنن، حق هم نزنید.
چی گام نزنید حتی بالا فرمان بودی گام نزنید برادر خوجندی خیلی نقطه برادر پولیفی مویون یگان بار خصوصا همین برنامه کردی که هسته که به خاطر وروخ به خاطر همکاری بله شدید حالا گوش کنید اکن حالا سوال را که دادید گوش کنید بله نه میبرای اوش برای خودت دیگر لازم است حالا سوال که دادید جوابش هم باید بگیرید خب شما به دو نقطه اشاره کردید یکی اینکه در اسفره وروخ در مشکلات به اینجا اومد آیا مخالفین یگان برنامه کردن خب یکی بود یا نکردن دوم اینکه در مرز اسکرهای قرغیزی می آیند بالای محصولات و دهقانی ها و کشت و کار مردم ما خب دیگر قدم میگذارن گنرال ها هستند افسرها هستند خب دیگر سلدت ها هستند همه خب هستند یگان کار میکنن نمیکنن در اونجا پامیری ها هستند غرمی ها و رشتی ها و خب شمالی ها و جنوبی ها و همش هستند اینها یگان کار میکنن یا نمیکنن یعنی محور سخن شما سوال شما این دو نقطه بود و درباره اینکه مخالفین درباره قرغیزستان درباره خب احچکنی هایی که از طرف همسایه قرغیزی ما شده است چیکار کردن یا نکردن خب همین مخالفینی که امروز مخالفینن از لحظه هایی که حال مخالفین نبودن در پارلمان بودن نهضت یا اینکه دیگرهاش از همونجا شروع کرده برای حکومت میگفتن که باید مرزها معین شوند حتی سفرها بود حالا همون دپوتات هایی که از همون منطقه هستن از اونها بپرسید که درباره همین مشکلات مرزی وقتی در پارلمان بودن چیکار کردن اما دپوتات هایی که از دیگر منطقه ها بودن اونها پیشنهاد و طلب و درخواست خود را کردند اما همین حکومت بود که کار را انجام نمیداد همین حکومت حالا در نقطه دومی که سوال داده در او جنده روشن می شود که چرا اینا نمیکنن خب بعد یا که مخالفین هم شدن چند باره که قرغیزستان هجوم کرد چی در سطح خب بگم دیپلماتیا یا که در حکومت قرغیز اینها گفت و شنیدها و مکتوبها و نویس هایی که این کارها را نکنید این چیزهایی هستن که شما با این کار حق ندارید نباید این کار را انجام بدید حق و حقوق همسایگی را رعایت بکنید حتی چند بارها اظهارات شد که حالا ما با حکومت تاجیکستان مخالف هستیم اما اگر خدای نکرده به تاجیکستان یگان حمله از طرف همسایه های ما از هر کجایی که شود ما دیگه در اون صورت مخالف نیستیم ما دیگه برای کشورمون میرویم همین عزت امانه که اونم از جمله مخالفین بود وقتی که همون حادثه‌های اولی که در قرغیزستان شده بود چه کار کرد چی سر صدا برآورده بود امروز در ترمه است چرا در ترمه است برای آنکه او گفت که ما از روسیه همه مهاجرین بیش از 20,000 ماشین ما به مرز خب قرغیز تاجیک می رویم این کی بود؟ این هم یک مخالف بود که در اونجا بود خودی مخالفین تاجیکستان خودی رئیس حزبی که رهبری پیمان حالا و دیگر گروه هایی که اصلا اونها در برنامه های خود این را میکردن حتی حالا ما ببینیم این گلبدین زیابی گفت که به شهادت رسید وقتی حمله همسایه قرغیزی ما چی گفته بود و در نوارها چگونه خودش نشون داده بود و خودش با اون چهره زیباش با اون جسم با قوت و تواناش خودش در پیش گذاشته بود که من جان فدای یک وجب خوب خودمون میکنم چه فرق دارد اون بدخشان است یا اینکه اسفره و خب دیگر جا هست همه در این کار سهم و شریک بودن باید این رو فراموش نکنیم و به این چیز داده نشویم بله این چیزها بودن و حالا هم هستن اما چرا یک گنرال گپ نمیزند اما چرا یک افسر گپ نمیزند اما چرا یک سرباز که او مطیع افسر است افسر که هست باز اون فرمان را از گنرالش میگیرد و گنرال اساسی همون کی است همون رئیس جمهور است همون گنرال اساسی کی است اون کسی است که مصالح خواه او تجارتی مواد مخدر دارد یا اینکه سوزشواری دارد یک چیزهای غیر قانونی دارد که او نمیگذارد که یک افسر عادی یک سرباز عادی یا یک افسر قطاری یا اینکه رتبه دار به این کار اقدام بکند اگر کاری هم انجام بدهد میگویند که از تیر خلف از تیر اون طرف به شهادت رسید و اون را از بین میبردارند اینجا بسیار چیزهای پوشیده هستند که شما از اینها بیخبر هستیم اگرچند که به ما هست معلومات های زیاد هستند اما نمی شود که اونها را همینطور اونها را دیگر پخش کرده شود و این را
یک دستقپک قرار داده شود که همین است. وقتی ساعتش اومد همه اینها نشان داده می شود کی هستند در اوجنده، چگونه کار میکنند، چگونه برادرهای خود را، سربازای خودمون، افسرها را، چگونه خب کسایی که برای کشور دل جگرشون میسوزد اونها را مثلا که در فشار میگیرن، نمیگذارن که اونها حتی که تیر ندارن که اونجا تیر بزنن. از طرف قرقیزستان کسانی که در این کار اشتراک کردن برای اونها عنوان دادن، برای اونها مدال دادن، مدال فخری و دیگر عنوانها دادن. اما از طرف ما چی؟ عزت امانی که طرفداری کرد اون رفت. خب گلبودینه که اون خاص سینه‌اش سپر میکرد اونم به شهادت رسید. همه را همین گونه کرده ایستادن. بین ما طرفدار این فکر عقیده شما، این فکر عقیده که من در همین خودم استثبات میکنم، همون فکر عقیده من گفته. فکر و عقیده ما همه ما و شما امروز همین است. امروز مشکلاتی که در بدخشان است عاملش رئیس جمهوری کشور است. امروز مشکلاتی که در بدخشان است عاملش رئیس جمهور و عائلش است. امروز مشکلاتی که در سرحدها مرزهای ما هست عاملش کی است؟ رئیس جمهور و عائلش است. و مشکلاتی که در بین برادرهای ما، حتی که یک نفری که در روسیه یک تاجیکی که تاجیکی دیگر را خللدار میکند یا جای او را میگیرد یا مقام او را میگیرد یا میفروشش یا دیگر میکند، عامل اساسیش انا همین رئیس جمهور و دستگاه امنیتی مخالف کارش و همون وزارت داخلی خلافکارش که قانون را زیر پا کردن. مشکلاتش همین است. نباشد اینجا هیچ بدخشانی وجود ندارد، هیچ رشتی وجود ندارد، هیچ شمالی وجود ندارد، هیچ یگان خوجندی یا اینکه وحشی یا دیگر نیست. همه تاجیکستانی هستیم. اما از سیاست غلطی حکومتدارهای ما امروز یک منطقه شده از بدخشانی، یک تای دیگرش رشتی، یک تای دیگرش شده از بخشی، یک تای شده از خوجند و اسفره و دیگر جا. به اینها جدا شدن. این عامل بدبختی همش امین رئیس جمهور و انا همون کمندش که امروز حکومت را برخلاف قانون اداره دارن همین است. اگر همین ها از سر قدرت بروند ما همه برادر هستیم، ما همه پهلوی یکدیگر هستیم. ازبک، تاجیک، مسلمان، غیر مسلمان همه تاجیکستانی هستیم دیگر. این فکرتون ما عقیده‌تون من پولنی سگلاسیم поддержка میکنم. خیلی پولنی سگلاسی باشه تمام یالا حرکت میکنیم. در کجای هستیم؟ آزادی. خب یگون گفتنی ندارم با این گپ‌ها تو عقیده‌تون من پولنی روزی هستم، صفوی روزی هستم، من چی هستم. لیکن دیگه ندارد برادر. دیگر خستن در کار تمام. خستن نکن. این فکرتون عقیده. من یک گپ گفتم نکن. لیکن برادران من تاجیک چی بدخشانی است، چی خوجندی است، چی اسفرگی است، چی بوروخی است، چی همین تاجیک است که نام پاسپورتش که تاجیک نوشته باشد اون برادر من است. برادران سمرقند، بخارا که گجه که نباشن برادرای من هستند. همین در روسیه همین دیروز یکتاش درآمد از سوقی که ازبکستان که همین در انکلاوی قرقیزستان قرار دارد. اگر که دونه دیگر همونجا یک مشکلی حقیقت زون است. یک برادر درآمد گفت که 99% تاجیک است. مکتبا گفت صادق همش گفت زبان تاجیکی دیگه میزنن. همه زبان رو. ممکنه یک سوال تنمی اکده. بفرما. کی است در خط؟ همین خوجندی برادر ده. مجاهد. اسفره گفت یک 10 کیلومتر گفت. اگر تاجیکستان بریم گفت 10 کیلومتر گفت. ازبکستان میریم گفت 20 کیلومتر ای گفت. مای گفت ازبکستان باش حکومتش گفت غمی مای نمیخورد گفت. مای قرقیزستان میبیند میکشد. اونجا انکلاو یک درون قرقیزستان است. انکلاو موندگی مثل بوروخ انکلاو موندگی. برادر خوجندی شما در خط باشید که در اینجا قریب 5 تا خط در واتساپ اومده از 5 تا زنگ و برادر مجاهد. خوجندی السلام علیکم. با خوجندی یک سوال دارم. السلام علیکم. سلام بر شما میرسوند. میشنوید خوجندی؟ لبای گوش میکنم. سلام شما علیک بگی. و علیکم سلام. تشکر زیاد برادر. امین ناظر خوجندی گفت که همه که امین تاجیکستان یعنی امین در پاسپورتش چی زندگی تاجیکستان هست برادری من هست گفت. همین طور درست گفتم؟ بله همین خیلی. بله.
فراموش نکنید که خوجندی هم برادر ما است دیگه، برادر همه نه من یک سوال دارم. همون که امین ظالمی که در پاسپورت است صورت امین بیرق تاجیکستان هست، تو اون را هم برادر میسابه؟ شنیدید؟ هر کسی که پاسپورت داشت بله میشناسم. الو میگم که امین ظالمی که در پاسپورت امین تاجیکی هست، تو اون را هم برادر میسابه؟ هر کسی که پاسپورت تاجیکی دارد برادر میحسابه اونم برادری من هسته. بله. امین ظالمی که امین در قانونهای الله پروچ میبرد اعوذ بالله، تو اون را هم برادر میسابه؟ حالا برادر مجاهد سوال دیگر به دیگر طرف رفت. حالا ما یک برادر این سوال دوشه سوال خیلی تیمه میگیم برای خودمون چی میگیم این از تیم بیرون است. اون چی که من الحمدلله مسلمان هستم، مسلمان دوست میدارم، برادر من مسلمان است، مسلمان خوش دیدش که برادر توجیک من برای ملتم، برای دولتم، برای همین محمد سید رضایی برادر اجازه دیر کمتر صحبت کنم با این برادر. این گفته است که برادر خوجنده ظالمه که همه را عذاب میده، این برادر حساب دسته است. میفهمید شما؟ شما گوش کنید. خب اگر شما ببینید، من حالا نقطه برادر خوجندی را هم خاموش میکنم و شما هم متوجه صحبت های شما شدم. من حالا ببینید ما اینجا جمع شدیم برای چی؟ ببینید یک سخنی خیلی هم زیبا از حضرت علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنه است در نسبت خوارج. اگر شما تاریخ را نگاه کرده باشید، وقتی از ایشان میپرسند که کی هستند خوارج، خوارج یک در تاریخ یک گروه هستند که بسیار اولین ضربه را بر پیکر اسلام، پیکر خلافت اینها وارد کردند. خب که دیگر از سنت و از کتاب بیرون شدن. با دلیل چی؟ با دلیل اینکه و من لم یحکم بما انزل الله این الحکم الا لله، تنها حکم از خدا از گفته، اونها خودشون از فرموده خداوند بیرون شده بودند. اما وقتی حضرت علی را پرسیدن که اینها کی هستند همین خوارج، گفت که اخواننا بغوا علینا، اونها برادران ما هستند که یعنی چیکار کردن؟ بغاوت کردن، طغیان کردن، ظلم کردن، تجاوز بر بالای ما کردن. پس ببینید یعنی در عصر تاریخ از خلیفه راشدین کلمه بسیار هم قیمت بهایی که تا امروز با زر نوشته شده است این است که هر کسی که ظلم میکند، خواه که اون تعدی میکند، خواه هر کار میکند، اونها برادرای ما هستند و اما فعل اونها بد است که اونها بر بالای ما تجاوز کردند. حالا هر کسی هست در تاجیکستان، حتی همین رحمانوف هم یکی از هموطنای ما هست، اما کسی هست که ظلم کرده ایستاده است. قانون برای ما اجازت میدهد پیش راه ظلم او را بگیریم. یعنی هموطنی ما را دور نمیکند، اما باید که ظلم او برداشته شود. اگر با تظاهرات می شود با تظاهرات، با فهماندن می شود با فهماندن، از این بدتر با دیگر راه ها می شود با اونها. چون که امروز اگر حالا ببینیم در بدخشان در یعنی با برادرهای ما، با کسانی که در اونجا هستن، حالا بعضی از اخبارها پخش کردن این را گفته نمی شود، یادآوری کرده نمی شود اونها را که با جوانهای ما، با کسانی که اونها عار و ناموس دارن برای آزادی کشور و منطقه و وطن و عار و ناموس و خواهر و مادر و پول و مالشون اونها قیام کردن، با چگونه تعذیب، با چگونه عذاب با اونها کار میگیرن، در تنه اونها با سیگار رو نمیدونم با دیگر چیزها نوشته می شود. حالا اینها رو ما نمیگیم، اینها رو بگذارید به یک روز دیگر را. اما اونها تاجیکستانی هستند لیکن اونها ظلم کرده ایستادن. این بحثی علاهیده هست، موضوعی علاهیده است. بیاید ما از دایره دینی، عقیده، اعتقادی به اینها نظر نکنیم. حالا از لحاظ انسانی، از لحاظ خب یک وطنداری با اینها نظر بکنیم. وقتی که ما میگیم که اونها برادران هموطنی ما هستند، در حال مخالفت نکنیم. اینها انگشت‌هایی هستند که ما اشارت میکنیم که اونها
برادرها یا هموطن‌های هستن که این کار را میکنن، ما اون کاری او را ببینیم. همین چلیک را در اون نقپیم که شما چرا این را هموطن گفتید، برادرش گفتید. یعنی مسئله این نیست، موضوع این نیست. موضوع اون کاری است که اونها انجام داده ایستادن، پیش اون کار را گرفتن. ما برای این باید که وحدت داشته باشیم، برای این باید جمع بشیم. امروز که سخن میکنیم در پهلوی برادرهای بدخشانی خود میباشیم، از این ناحیه باشیم، از این ساحه باشیم، نه موضوعهای دیگر عقیدوی و بحث و دیگر و این برادر ما میشود نمیشود. نه، ظالم است، تاجیکستانی است، تاجیک است، ظلم کرده ایستاده است، به خانواده خودش ظلم کرده ایستاده است. اگر شما نگاه بکنید، حالا یک برادر پامیری در اینجا گفت که ما اگر وقتی هم که بگذرد، هر چند وقتی که بگذرد، ما میتوانیم که قصد خودمون را، قصاص خودمون را از یکی از نزدیکان اونها، از فرزندان اونها بگیریم. یعنی ببینید این ظلم است، ظلم در حق اون باقی مانده خودش است. چند روز دیگر مونده است برای رحمان و عمرش، چند قدر دیگر مونده است، یا که رستمش چند قدر دیگر است، یا که خب آزادش چند قدر دیگر است. اما باید بدونن که آثار داغ ظلم اونها دامن اونها را ترک نمیکند. خدا نکند که در اون چیزی که اونها کردن دیگر فرزند و نویره و دیگرهای اونها گرفتار بشوند. این ظلم تنها در حق تاجیکستان نیست. این فتنه‌ای که اونها کرده ایستادن تنها به خودشون یا که به عائله و به اونهاشون نیست، به همه هست. اونها فکر میکنن که ما زندگی خوب داریم، یعنی عائله و خانه و دیگر. نه، این فتنه، یعنی عاقبت این فتنه به اون نزدیکای خود اونها هم میرسد و خوب تاثیر میکند. بنابر همین ما حالا هم که هستیم کوشش میکنیم که این فتنه را، عاقبت بد این فتنه را هر چقدر که بتونیم کمتر، سبکتر و با راه درستتر، این با راه درست و سالم خودش بیاورد. رضای برادر من فهمیدم، لیکن من هیچگاه این ظالم برادری خود نمیشورم. بله، نه بگذار نش اصلا همه فکر خود را میگوید، لیکن من فکر خودم میگم که من برادری خود نمیشورم. این ظالمی که یکی مسئله خصوصی می شود و یکی مسئله اجتماعی و جمعیتی می شود. در مسائل خصوصی خودت اختیار داری، حتی میتونی که برادری خب پدر و مادری خودت هم بگو که این برادرم نیست بر اساس بعضی کارهاش. اما در مسائل حقوقی یا اینکه در مسائل اجتماعی و اینها او را نمیشود از خودت جدا بکنید. اما معامله خودت به تو وابسته است، به تو دیگر اون مربوط است. وقتی که با همه ما در پیش قانون قرار گرفتیم، دیگر قانون چیزی که بگد ما همون را میکنیم. تو اگر چندی که اون را برادر نگویی، هموطنش نگویی، قانون وقتی او را که شهروندی او را اثبات کرده است که او تاجیکستانی است، برای جزا دادن، برای مثلا که خب مجازات، برای جواب دادن در کرده های خودش قانون از او میپذیرد، نه اینکه من تو اون را باید که خب مجازات بکنیم. این را هم باید در نظر داشته باشیم. دوستان عزیز، فکر میکنم که ساعتی که برای ما جدا کرده شده بود در اینجا به پایان میرسد. خب دیگر هر کسی برادر خوجندی بخشی نکرد کفم سخت رسیده باشد روز میفهم است برادر. سلامت باشید. از هیچ کس برادر خوجندی هم میشنوند، یگان وزمینی برای یگان کس نبود. برای همه شما باز سلامتی و تندرستی و بردباری تمنا دارم. خداوند کند که برادرهای ما خب ثابت قدم بمانند در بدخشان و دیگر برادرهای ما در سراسر تاجیکستان آمادگی خودشون را برای یک کشور آزاد، برای تغییرات در تاجیکستان داشته باشند و در پهلوی برادران خودشون در جایهای خودشون باشند. البته با صدا بلند کردن، با پیش راه ظلم را گرفتن و در برابر ظلم ایستادن. سلامت باشید. خب برای ما هم دعا کنید. اگر چندی سلامتی ما خوب نبود، ولیکن این مسئله مهمتر از اون چیزی بود که برای سلامتیمون ما نگاه بکنیم. با شما بودیم، با برادرای بدخشانی بودیم. خداوند یار و مددگار ما و شما باشد. این برنامه ادامه دارد، دنبالگیر باشید. ما از طرف دیگر برادرها ادامه می‌یابد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.